اما صنعتکاران رو شاید دستگیری نمی‌کردن. نمیکردم. من در اول گفتم که دوباره ماه بدر شد چرا نمیای. مارکه ماشین، نرخ ماشین، رقم ماشین، موتور ماشین. مثلا در فلان سرودت فلان اوج رو درست خوندی یا فلان سخن غلط است. یک ماه معاش چند سوم общо объем. اوه گفته شده که آن شما رو برای پول و مول ماشینتون بسیط داده بود. خب جان از من گفت نمیزنم. من گام نمیزنم به خوب. تمامی گوشه و کانال تاجیکستان همه درباره غالیب جان یوسفوف و ولی جان عزیزوف گپ میزدن. ولکه من نمیخوام در این ماجرا رو خوش شدم. اما میتونم این رو از بخش بریده پخش کنید. یک طرف هیچ نمیکنیم. از مو میرنجن دیزلایک رو پخش میکنن، کامنت های بد مینویسن. شرف نه هرگز کامنت های بد ننویسید دوستان عزیز. با کانال نگاه نو ابونه شوید. ситораҳои шоу бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвинигорон, рӯзноманигорон, варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав бо Салимҷон Саидов. شما آماده هستید که به سوالهای مخلصانتان جواب بدهید؟ باشد به قدر امکان. بله. تا حد امکان من سوالهای مخلصانتان رو گرفتم و کوشش کردم که دل نفری نشکند. از هر یک نفر یک سوالی پیشنهاد گرفتم. اگر امکانیت باشد کوتاه‌تر جواب می‌دهید به مخلصانتان. خواهش. خب علی خوجا می‌نویسند کدام مکتب رو ختم کرده اید؟ مکتب رقم 42. 42. فهمم. خلیس نبیف می‌نویسند السلام علیکم به هر دوتان. اکوی شهرزاد شما در شهر غریبی در کدام ساحه فعالیت می‌بردید و بگویید که در دهه ورق به شما بگویید که دهه ورق به شما پسند است. سوال از شهر برناول. بله برناول خاناباد باشد نوشتم. راستی که با دعوت دوستان من بر شهرهای غریبی من به دیداربینی هم دوستان میرفتم و دهه زیبا منظر ورق خیلی یک جای زیباترین کشور است و به من خیلی پسند است و مردم اونجا عموما به حد مردم مهمان نواز و سندوستار هستند که قریب که فکر میکنم تمام هنرمندای تاجیکستان در این دهه مهمان شدند و خدا کند که این دهه زیبا منظر رو از بلا و آفت‌ها خداوند نگهبان باشد. بله تشکر زیاد. خب شاه عاشقان می‌نویسند سلام اکوی عزیز شهزاد جان، مخلص شما لایق هستم از شهر نوسیبیرسک روسیه. برایتان دلبری‌ها خوانم در امروزه و فعالیت آینده‌تان. سوالی من چنین است اکوی عزیز خطا نکنم کلیپ اولینتان باشد یا دومینش انیخترش سرودی بی‌وفا همین از حیات واقعی خودتان قصه میکند راستر همین رو میگفتید و یک خواهشچار مصرع از سرودی برادر بند دومش رو التماس به طور زنده می‌سرایید. با قصر بلند باشید اکوی عزیز و برای تشکیل کنندگان این برنامه نیز عزیز سپاس نوشتم. ترانه بی‌وفا البته دویم ویدیو کلیپی من بود که پیشکش مخلصان کرده بودم. انیخترش سال 2007 بود. و این از حیث شخصی من نیست، از حیث شخصی یک دوست برادری ما که خیلی از بی‌وفایی مینالید و همین شعر رو به من پیشنهاد کردن و من پیشکش مخلصان کردم. فهمم تشکر. من انیخترش ماه مارس سال روان در برنامه کنسرتی خود که در شهر دوشنبه برگزار گردیده بود. بله در فیلارمونی. همین در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام استاد اکا شریف جورایف. بله. همین ترانه برادر رو من پیشکش مخلصان کرده بودم. خب مصرع‌هایش اگر در یادتان باشه چهار مصرع؟ نه مصرع‌هاش در یادم هست و راستی که غمگین میشم. فهمم. باید در کوی شهزاد رو غمگین نکنیم خویش. من خیلی میخوام که دادر عزیز من از شما معذرت میپرسم اگر شاید در رفت برنامه من حتما این ترانه رو پیشکش شما میکنم. بله من خیلی میخوام که کیفیت شما پایان نرود زیرا که اگر کیفیت چون همه روزگار تلخی که از سر ما گذشت فکر میکنم که این روزها رو چندین نفران اون عزیزایی که دور از وطن هستند از فرزند پدر محروم گشتن فکر میکنم خیلی من وقتی که از سرت نمیگذارد تو همه حس رو نمیتوانی بیان کردن. خیلی سنگین است دادر عزیز. خیلی ببینیم در رفت برنامه باشد. خب اکرام مرز می نویسند اکوی شهزاد سوالم این بود که این کس چند فرزند دارند و نامهای فرزندانشان چی؟ می توانید بگویید؟ نامهای فرزندان؟ بله چند فرزند دارید و نامهای فرزندانشان؟
مخلصان خیلی کنجکاو هستن. بله. هر یک جزئیات زندگی نفری دوست داشتهشان رو میخوان فهمم. در چایش چند راستی که شکرانه خداوند که صاحب 3 فرزند هستم. و فرزند کلانی نام پدر دوران جان هستن و دخترچه کلانی هم معوزونه و خردی صفیه. فهمم. بهترین تشکر. من فکر میکنم که به سوالتان جواب مشخص رو گرفته. خب دولت می‌نویسند السلام علیکم آقای شاهزاده دوران، من از شهر سرافشان یک دو دویت خوانید همراه نگین مقوا و یک سرود ستمگر 4 مصرع خوانید رحمت پیشکی نوشتم. تشکر زیاد دادر عزیز. نصیب در نصیب باشد میخونم. بله. خب ستمگر میخونیم؟ ستمگر فکر میکنم این ترانه هندوگی باشد که من در برنامه کنسرتی که سال 2017 پیشکشی مخصوصم کرده بودم. البته خواهش دادر عزیزم که از شهر سرافشان هستن. بله. کوشش میکنم که این ترانه رو گرچنده که چند سال قبل خونده بودم با اجازه شما دادر عزیز. ای میرے دوستا گر محبت کرو، ای میرے دوستا گر محبت کرو، بعد میں دعائے دل پہلے کر لو یاتی وہ ستمگر کہیں بے وفا تو نہیں، وہ ستمگر کہیں بے وفا تو نہیں. بهترین. تشکر، صدایتان خسته نباشد. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب توجیک بچه میسن اکو شاهزاد شما در باغچه عاشق شده اید یا در مکتب یکمین بار؟ عشق اول در مکتب. بله. خب فرهاد میسن سلام علیکم سلیم جان، سوال همین که ولی جان جانبک صدرالدین کلامشان خوب میخونن، مسئله آواز با این نگاه شما را پرسیدنی هستم. راستی من هر سه را دوست میدارم. هر سه در جدای صنعت موقع خود را دارن، مخلصان خود را دارن و من نیز البته که جدا نمیکنم و هر سه را راستی که خلق دوست میدارد. خدا کند که همیشه نامبردار تاجیک و تاجیکستانیان باشن. بله. تشکر زیاد. شاهزاده می‌نویسند سلام اکوی سلیم جان و اکوی شاهزاد، سوالی من همین است، به فکر شما مدینه اک نظر و زور میخوند یا که خجسته میرزا ولی؟ به در همین برات من سوال درازم مقبول نیست. دیگر چیکار میکنید؟ خب راستی که وقتی که من بگم که مدینه خوب میخونن دلی خجسته از من میرمد. شما در بسیار محفل ها میبینم ایشون رو. من در دوشنبه که یک جای فعالیت میکنیم چی در کار؟ خفگی چی در کار؟ بله. خب تشکر. عبدالقهار السلام علیکم و برنامه نگاهی نو و سلام به سرنده خوش آواز شاهزاده دوران. ما مخلصی شما میخواستم کمی از نگاهی نو سخن میکردید و باز یک سوال، اگر شما سراینده نیو بیزنسمن میشدید صنعتکارای تو چه اندازه دستگیری میکردید؟ اگر من سراینده نیو بیزنسمن میشدید، بله تاجر میشدید؟ تاجر میشدم. اگر تاجر میشدم همه صنعتکاران رو دستگیری میکردم، دستگیری خوب میکردم و باز کوشش میکردم که به همون بیچاره ها به همون مظلومان دستی یاری دراز کرده باشم، چون حالا نیز میکنیم به قدر امکان و وقتی که یک تاجری موفق میشدم اگر شاید یکم راه میساختم در وطن. اما صنعتکاران رو دستگیری نمیکردن؟ نه میکردم. من در اول گفتم که همون صنعتکارایی که اصیل میخونن البته من دستگیری میکردم. اگر هست. بله اگر هست. اما یک چیز دیگر هست، این نفر که صنعتکار هستند و مشقت خیلی زیادی صنعتکاری دیدن، از این لحاظ من میکردم گفته شدن اگر صنعت تاجر میشدن رنجی صنعتکار رو نمیکردن. اگر همین طرح تاجر رو سوال بدهی که شما اگر من مبلغ ما هر یک نفر مبلغ زیادتی ندارد و اگر بگه که مثلا شما مبلغ زیادتی دارید وقتی که من در ساحه خود موفق شده شما من به چی صرف میکنید و شاید بگه که به فلان کار دیگر. بله. چون من عذاب هر یک هنرمند میدونم، من صنعت برای اون نفری که پس صحنه است و فکر میکند که من آوازخوان‌ها میروند در تویو همه یک سرود میخونن و پول مردم رو میگیرن، ولی چون نیست دادر عزیز.
وقتی که به معرکه میروی اونجا هر خیل نفر نشسته است از هر منطقه است و تو باید کوشش کنی که هر یک نفر از تو قانع باشه و اون میخواد که چون حالت ها بسیار رخ میدن در بسیار معرکه ها میریم هر یک نفر من حالا هم هست در محلچگی بعضی نفر میگن به طرز فلان خون به مدان خون مثلا خطلانی بخون بدخشانی بخون یا خیلی نفر میگه زرفشانی بخون و هنرمند باید به مثل یک چه میگن پسیخولوگ باید ما روانشناس بله باید ما بیاموزیم که همون نفر از ما نرنجد باید ما همون رو قانع کنیم چه خیلی نباشد اگر بدخشانی خود بدخشانی بخونیم خطلانی خواست خطلانی بخونیم و خیلی دشوار است وقتی که مردم رو تو قانع کرده نمیتوانیم بعضا میشود که سخنان خبیه نیز میگویم حالا یک حادثه شده است طرف برنامه من نقل کنم خوب تشکر سهراب می‌نویسند سلام بیشتر دودر به خواهر میسوزد یا خواهر به دودر میسوزد فکر میکنم که هر دو جگربند هستند من دودر برای خواهر میسوزد اگر در پای دودر خار خدا نکند و بیگان ناخوشی دچار شد البته فرزند پدر را فرق ندارد که اگر من فرزندای پدر نیز هر گونه هستند در زندگی میبینیم هستند فرزندان پدر که از فرزند پدری خود من دیدم باور کنید دست میکشند و به گپ بیگانه رفته که چیکارها میکنن و در آینده البته آنها اشتباه خود را میفهمند ولی دیر خواهد شد و چقدر شما گفتید البته خواهر برای برادر میسوزد اگر خدا نکنه برادر برای خواهر بله تشکر دلیر می‌نویسند سلام به هر دو خانواده سربلند باشید یک پارچه از سرود پرنده های مهاجر می‌سرایید در پیش از می‌خونیم باشه دوباره ماه بدر شد چرا نمیایی دوباره ماهی دیگر شد چرا نمیایی پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند دوباره چه چه سر شد چرا نمیایی پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند دوباره چه چه سر شد چرا نمیایی بهترین سلامت باشید تشکر سلامت باشید صدایتان خسته نباشید خدا همه مهاجران نگهبان باشه بله تشکر ببینید اینجا چندین سوال درخواستی سرود است سامسونگ می‌نویسند سلام علیکم به هر دوتان که شهزاده آوازتان هیچ گاه خستگی را نبیند سلامت باشن یکی از مخلصانتان علیشیر نیازوف از هیئت زیبا منظری ورو هستم و از شما یک خواهش داشتم که 8 مصرع سرود ای بی‌وفا را می‌خواندید پیشکی تشکر نوشتند محسن می‌نویسند که سلام شهزاده دران بسیار می‌خواستم 4 مصرع سرودی مرگ برادر را زنده می‌سرایید اوه شیرخان می‌نویسند سلام به نگاهی نو و سلام به شهزاده دران یک سرودی مادر می‌خواندید باشه خب کدامش را می‌خواندید کوشش میکنم اول خواهشیم برادر که از دهه زیبا منظری واروخ بودن ترانه ای بی‌وفا رو میخونیم 4 مصرع باز میبینیم ای ادا کردی دل من بی‌وفایی از چه بود گر نبودی یار دل پس دل ربایی از چه بود ای ادا کردی دل من بی‌وفایی از چه بود گر نبودی یار دل پس دل ربایی از چه بود ای بی‌وفا ای بی‌وفا ای بی‌وفا دیگر میا تشکر خدا کند که هم عاشقان رو به وصال یادگار برساند و هیچگاه بی‌وفایی نبینند بله همیشه در وصل باشید عزیزم بله تشکر زیاد خوب سرودی برادر و سرودی مادر برادر اون دودر از ما خواهش کرد نخوندم نمیدونم بیاید از مادر نباشه سرود اول مادر را خونیم
چقدر که در بالا گفتم برای مادرای مهربان اگر ما تا پگاه سرودخوانی خونیم کم است. مادرها همیشه زنده باشن و یک چهار مصرع برای مادرای مهربانه که عین حال ما رو میبینن طریق آینه نیلگون، طریق تلویزیون اسمی اگر که از تلویزیون های موفقی ولایت سوخت است. با اجازه شما طریق یوتیوب کانال نگاه نو با اجازه شما. مادری شب زنده دارم زنده باش، ای گلی اول بهارم زنده باش. مادری شب زنده دارم زنده باش، ای گلی اول بهارم زنده باش. خاک پایت سرمه چشمان من، شادی های روزگارم زنده باش، شادی های روزگارم زنده باش. زنده باش زنده باش، مادری شب زنده دارم زنده باش. همیشه زنده باشید مادر عزیز. مادر جان ها همیشه زنده باشند. تشکر، سلامت باشید. فلاد می‌نویسند سلام آقای شهزاد، نامی من هم شهزاد میباشم، من از طرفشان میباشم. یک سوال دارم. سوال عادی، چه خیلی ماشین دارید؟ همین فهمیدن میخوام. خب مارکه ماشین، نرخ ماشین، رقم ماشین، خب موتور ماشین. خب مارکه‌شو میگم. راستی که از خودی آرزو میکردم و شکر خداوند که بعضی آرزوها عملی گشتن و آرزو میکردم که تمغه لکسوس رو داشته باشم و امروز شکرانه خداوند که البته با آرزو رسیدیم. بله لکسوس. تشکر. خب سلام و درود نیسار شمایان باشد. ایج گروپ می‌نویسید سلام و درود نیسار شمایان باشد. سلیم جان و مهمانی پرقدری ما شهزادی داران، پیش از همه صحت سلامتی خواهانم. سلامت باشن. تشکر. و سوال از طرف مخلص شما از اسفره بوستانی چنین است: میدونید همه سرودهایتان رو مثل فرزندان میدونم مثل همه سرودهایتان رو مثل فرزند دوست می‌دارید، اما بگویید که کدامش رو بیشتر دوست می‌دارید و می‌حسابید که آن سرود موفق تر است و یک خواهش با فرهمند یک دویت می‌کردید. در آخر عرض سپاس به شمایان. تاجیکستان و نیگوی نو همیشه به پیش نیستم. پیش این دادر عزیز بسیار درست قید کردن که من هر یک ترانه که هر یک هنرمند پیشکش مخلص میکنه، پیشکش مخلصان و او برای هر یک هنرمند به مثل یک فرزند است. خیلی که باغبان یک نهال رو پرورش میکند و تا به وای رسیدن آن تا اون میوه دادن آن خیلی زحمت های زیاد میکشد. از سرود نیز همین گونه است. دادر عزیز خیلی زحمت زیاد دارد و نمیدونم شاید اون ترانه‌ای که من خیلی زیاد دوستش می‌دارم تا حال نسرایده باشم دادر عزیز و کوشش میکنم که ترانه ایجاد کنم که هم به شما و هم به کل مخلصان عزیز پسند آمده باشد و خوشبختی هر یک هنرمند نیست. فکر میکنم که همین است و من تشکر میکنم از این دادر عزیز که از شهر اسفره بوستانی هستن. تشکر. بعد گفتن که با فرهمند یک دویت کوشش میکنیم در آینده. فرهمند نیز خیلی هنرمند خوب است، صف مخلصان خود رو دارد و وقت نشان میدهد. البته کوشش میکنیم. تشکر زیاد. و وقتی که از استاد لایق سوال میکنن که شعری بهترین شاعر کدام است، اون نفر میگن که شاعر شعری بهترینش رو در گور میکنه. خب یعنی هیچگاه شاعر حافظ از خود راضی نمیشه آخر. وقتی که چقدر در بالا بودم دادر عزیز، وقتی که من از خودم خانه کشیدم که الکی آخری کار است روش نمیکنید. بله اما باید پیوسته پای کوشش پای ایجاد باشیم. و همون نفرایی که همون استادانی که ایراد میگیرن و درست هم میکنن که مثلا در فلان سرودت فلان اوج رو درست خوندی یا فلان سخن غلط است. این خوب است برای هر یک هنرمند. بله تشکر. تیسان تو رو می‌نویسند یک ماه معاش چند سوم آب شبیام. اوه خب
راستی من بگم شما خب و چقدر در بالا گفتم من زندگی ما هنرمندان که با خلق که وابستگی دارد و این روزها بسیار روزهای خیلی سنگین دشوار رو پس سر میکنیم. اما نه اینکه ما، نه اینکه دولت عزیز ما، بلکه تمام دنیا از این وبا اذیت میکشد و آرزو میکنیم که این روزهای سنگین پس سر شود. همه اون عزیزانی که دور از وطن هستند و وطن عزیز ما برگردند و آرزوی ما هنرمندان همین است فقط توی خرسندی شود و ما خدمت کنیم و در برابر خدمت معاش کار کنیم. معاش هم میشود وقتی که معاش که شد و سرودی نو هم میشود البته. بله بله. خوب تشکر. آخر من گفتم که از مرکه ها وابسته از زندگی این چیزی پوشیدن نیست. آخه تمام دنیا تمام تاجیکستان میدونن این چیز را. بله. خوب تشکر. شریپوف میرسن. سلام برادر عزیز شاهزاده دوران. سرودی وقت بدیه میروی. یک زنده سرای در شهر سورگوت دم گیریم. سلامی گرمی سیبیرسکی با احترام فیروزی خرچقومی. سلام جان شما مونده نشید. تشکر. سلامت باشید دادر عزیز. بیشتر سوالاتون رو ببینم که مهاجران داده سنن و ما را از یوتیوب کانال پیگیری میکنن از این لحاظ باشد تلویزیون هم طریق یوتیوب تکرارم شاید میگم که مهاجران همه عزیزان ما و شما هستند. بگذار خداوند نگهبانشون باشد. ترانه وقت بدیه میروی رو چند سال قبل با همراه یک هنرمند نوتکرار با ضیاءالدین نورزاد خوانده بودیم، پیشکش مخلصان کردیم و تا چه اندازه موفق گشت و به این مخلصان البته بهاگذاری میکنم و با اجازه شما وقت بده همه روی مرا ندیده می روی وقت بده همه روی مرا ندیده می روی زیباغ بچگی ما گل نچیده می روی زیباغی بچگی ما گل نچیده می روی به صحنه دل مبند دوست که صحنه بی وفا بود به صحنه دل مبند دوست که صحنه بی وفا بود صدای زندگی ما صدای مخلصا بود صدای زندگی ما صدای مخلصا بود. ما صدای زندگی ما صدای مخلصان است. زنده باشن مخلصان عزیز. تشکر. صدایتون خسته رحمت. تشکر. سلامت باشید. خوب امید می‌رسند. سلام سلیم جان. سوال با شاهزاده دوران. کسب سرایندگی رو خود انتخاب کرده اید یا میراثی؟ البته میراثی نیست دادر عزیز. من خود انتخاب کردم چون چقدر در بالا گفتم از خوردی که به همین کسب شوق و رغبت زیاد داشتم. در همه محفل ها اشتراک میکردم. من در برنامه نوروزی، در برنامه سال نوی، در همه برنامه چهاربینایی مکتبی من سرود میخوندم و البته کوشش میکردم که آوازخوان باشم، بعد دانشگاه صنعت داخل شوم و این آرزوی من عملی گشت و اون من در جاده صنعت حالا هم خود را موفق نمی‌حسابم. فهمم. تشکر زیاد. سلامت باشید. خب قبیل جان می‌نویسند سلام آقای شهزاد، شما با اون دوستی که برادری خود می‌حسابیدید آشتی شدید که آن شما را برای پول و مول ماشینتان بسیط داده بود. قبیل جان از تشکر قبیل جان دادر عزیز. ما اون دوستم رو به خداوند سپردم. تشکر. خب من فکر میکنم که بیننده ذکی ما الکی فهمید که سخن درباره چی میرود. اگر نفهمیده باشید میتونید برنامه ناگفته‌های پرزوی سویف رو آغوزی سال 2020 با اکای عزیزمون تماشا کنید. تماشا کنید باشد. محوش می‌نویسند شهزاد در زندگی از چی میترسند؟ در زندگی از خیانت. از خیانت. تمام. خب میگن که نفری مرغزیده از ارغمشنی الان میترسد. از این لحاظ نفری که خیانت دیده است من فکر میکنم که او جگرش الکی سوراخ است. بله. تشکر اکو. خب زمیر میسن السلام علیکم سلیم جان اکو. سلام به مهمانی نگاهی نو. سوال به شاهزاده دوران، شما در خوابتون گپ میزنید یا اینکه نه؟ سوال به شما پسند باشد یک سرود. خب
راستی که نه من در خوابم گام نمیزنم، ولی یک نفر دوستی ما چند سال قبل در یک محفل اشتراک داشتم و بعد میاد خنده میاد. راستی که در یک نوع دوردست در یک توی محفل دعوتی بودیم و یک روز پیشکی میریم اونجا و در یک مهمانخانه در یک خانه خشتبار ما رو جا میکنن و اون دوستی ما نیمه شب بیدار میشم. من گفتم خدا من خوابیده صدا باشم، یک صدا ببینم درباره کی این کدام میاد. نقل کردی صدا. اول ترسیدم راستی، گفتم چی گپ شد. میخزم نگاه میکنم در پهلوی من خواب بود، نگاه میکنم که خواب از چشماش پوشیده اما قصه میخونه، اما قصه نقل میکنم. بعد سحر شد میگم برادر شما میشب خیلی قصه نخره، او با کلا نمیگیره، میگه که نه من خیلی من گپ نمیزنم در خواب. بسیار سوال جالب. چه سرود خوانم برای خواهر عزیزمون؟ بدین تمام میکنیم. حالا در تمام سوال‌ها سرودها هست باشه. همین سرود هم برای اون نفری که درخواست کردن و هم برای زمیره خانم. من تشکر میگم به خواهر عزیزم. بله زمیره سلامت باشه. تشکر زیاد. به احسان میرسن. السلام علیکم اکوی شهزاد، من مخلص شما هستم. سرودهای شما خیلی دلنشین و فورم میباشد. سوالی من چنین. تشکر. با کدام دشواری‌ها شما به زینه خوب رسیدید و شما در آینده صنعت خود رو چطور فکر میکنید؟ رحمت به جوابتون نوشتم. در این باره فکرم گپ سخن کردیم، ولی تکرار شاید میگم که من به دشواری، به زحمت، به مشقت، من در کدام ساحه‌ای که نباشد، این فکر شخصی من است که اگر زحمت نکشی، مهنت نکنی، موفق نخواهی شد. و فکر میکنم که همون عذاب ها بود، همون مشقت ها بود که امروز من به همین من چقدر که گفتم در بالا من موفق نمیحسابم، ولی شکرانه از درگاه خداوند که امروز صف مخلصان کمی هم باشد هستند و شکرانه شما میکنم مخلصان عزیز. تشکر. سلامت باشید. همگی 5 سوال دیگر برای شما مگذار میکنیم. بله شما رو اینقدر زیاد غم نمیدید. نه باشه، ما در خدمت هستیم. تشکر زیاد. خب شاهین جان می‌نویسن السلام علیکم اکای شهزاد، شما رو به برنامه نگاهی نو خوش آمدید میگم. سوالی من چنین است: یک بار سرودی دوباره ماه بدر شد چرا نمیآیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمیآیی. خواندیم در عزیز زمزمه کردیم. بله شما در برنامه ببینید هست یا خانم حتما گوش کردید شما. شما گوش کردید. بله خدا عزیز خسته نباشید. همیشه صحت و سلامت باشید و نگاهی نو هم همیشه سربلند باشه نوشتن. تشکر زیاد. تشکر. سلامت باشید. خب نوریدین نویسن غالب جان یوسفوف در یکی از کنسرت‌هایشان گفت من به ضد تو قوی‌تر میشوم. همه می‌دونستند که ولی جان رو در نظر دارد. همینطور هم شد و تمامی گوشه و کانال تاجیکستان همه درباره غالب جان یوسفوف و ولی جان عزیزوف گپ می‌زدند. ولکه من نمیخوام در ماجرا خوش شدم. حالا سوال نخوندم. و زندگی شخصی هر یک نفر به خودی وابسته است. خب چون من نیست که از این روزهای سنگین رو پس سر کردم، من نمیخوام در این باره چیزی گفتم. بله اما میتونم این رو از بخش بریده پرت کنید. یک طرف قیچی نمیکنیم. اینجا شو قیچی میکنیم. شهزاد در آغاز نیز گفتند که من نمیخوام که این یا اون نفر رو جانبداری کنم، این زندگی شخصی هر یک نفر است. بله راسته که هر یک شخص زندگی شخصی خودی او است. من هر یک پرابلم شخصی اون است، اون نفر است. من راستی نمیخوام به زندگی یگون نفر تا البته دخالت نکردم و نمیخوام که یگون نفر از من برنجه و خفه باشه. تشکر. یوسف جان فقط آرزوی من همین است که صنعتکارای تاجیک که ایشان شماره زیاد هم نیستن، خدا کند که همیشه اتفاق باشیم و دوستی هنرمندان پاینده باشد. این آرزوی درونی من است و در برابر این خدا کند که استادان ما همیشه صاحبان سری هنرمندای جوان باشند و دستگیر ما هنرمندای جوان باشند. تشکر زیاد. سلامت باشید. سپاس. یوسف جان می‌نویسند شاهزاده دوران با سلامی گرم و جوشانی مرا رسانید. سلامت باشید یوسف جان. بله.
خب قاسموف می‌نویسند سلام علیکم به تمام مردم تاجیکستان. نگاهی نو برنامه خیلی خوب در غریبی تماشا کرده شدیم. بخشش درباره من میگم. باشه. من رومو تو کنم گوید. خب یک سوال به سلیم جان درباره برنامه روبرو میگوید این برنامه از سیمای مستقل وروق و سوال به شهزاده داران. انا شما با دستتان جمشایی کرده اید یا خمیر آشورده اید؟ رحمت سلام از نوسیبیرس است. یعنی یا جمشایی یا خمیر کرده اید میگن با دست اومد. راستگی دوره دانشجویی که همراه دوستان در یک خانه استخداماتی زندگی میکردیم اونجا خمیر نکن لباسهای خود رو من هر یکی ما خیلی بی‌عذاب نمیشه داره دانشجویی آخر بله با چیزی که هست حقیقتا لباسهای خود رو و چی بدی دارد؟ و چی بدی هم داشت بله وقتی لباس خودت رو تازه میکنی بله با ترتیب می در آوردیم و چقدر که میگن تازه و زوده باز با درس بله خودمون درس مول میکردیم خودمون میشستیم بله خودمون درس مول میکردیم این حقیقت است بله هر یک دانشجو این رو الکی میدونه تشکر و وابسته با برنامه روبرو این همه برنامه ما است که ما در تلویزیون سیمای مستقل یکم سال 2017 تاک شو داشتیم مؤلفش من هستم تا حال عمل میکند و با مؤلف روبروی وروخنگ ما هم صحبت بودیم از ما چند مصلحت پرسیدن برنامه جالب است خوب است تماشا کنید خب و با یک نام میتواند ده ها کتاب ده ها فیلم ده ها برنامه باشد اکو تشکر باشد بله خب چون گویم که به سوالشون اگر که ما جواب نگفتیم از ما میرنجن دیزلایک رو پخش میکنن کامنت های بد مینویسن شرح نه هرگز کامنت های بد ننویسید دوستان عزیز تشکر من شوخی میکنم آخرین سوال و با همین جنب بحث میکنیم غلام جان مینویسن سلام گرم و جوشان در فصل گرمی سال سوال کتاب میخونید یک چند کتاب‌های خونده‌تان رو ذکر میکردید چی باید کرد برای جلب مردم برای کتابخوانی به فکر شخصی شما بردباری برای شما نشدم تشکر زیاد به دادر عزیز میگم البته کتاب میخونم و امروز ها نیز میخونم آرزو میکنم که مفکوره جوانای ما بلند شد رو به کتاب بیارن ما اینترنت نیز خوب است در برای فعالیتی در هر یک ساحه‌ای که من فعالیت میکنم ولی کتاب نیز یک گوهر نایاب است که برای جهان بینی هر یک شخص من خیلی خوب است من توصیه میدم که بیشتر کتاب بخونم بله و مفکوره خود را بلند بسازم بله البته ما اگر با ورزش مشغول شویم و نمای ظاهری خود رو گوییم که با قوت کنیم البته معنی ما نیاز دارد که کتاب کنیم با قوت شود بله واقعا هم اگر از کودکی من فکر میکنم که کودک در بالای کتاب کلان شود یعنی در خانه بیند کتاب رو که پدر و مادرش میخواند حتما که کتاب البته آرزوی دلینه من است بله اکو عزیز تشکر زیاد خسته نشدید نه راستگی خیلی برنامه جالب سپاس تشکر که در برنامه ما شرکت کردید اینجا فرجام است سلامت باشید دادر عزیز تشکر میکنم از شما که ما رو دعوت نمودید و برنامه خود و تشکر میکنم به همه تهیه‌گران برنامه به همه کارمندان تلویزیون SM1 یک از تلویزیون های بهترین است در ولایت سوق آرزو میکنم که همه مردم سربلند تاجیکستان مردم سربلند ولایت سوق همیشه در خاندانشان توی خورسندی ها باشد و ما هنرمندان در خدمت مردم عزیز کشورمون باشیم تشکر سلام باشید خوش آمدید تشکر عزیزان خیلی گرامی عزیزان دل و دیده من امید میکنم که برنامه ما با شما پسند شد در صحبت شهزاد به خود چیزی گرفتید ما البته فکرهایتان رو اگر شما ما رو طریق یوتیوب میبینید در زیر انتظار هستیم در شرح مینویسید اگر طریق تلویزیون ما رو میبینید میتوانید که تماس گیرید با ما فکر و اندیشه‌تان رو بگویید مهمان نوبتی کی باید باشد شما پیشنهاد کنید عزیزان ما هفته آینده برمیگردیم خود را احتیاط کنید خداحافظ دوستان عزیز به کانال نگاه نو ابونه شوید